ассалому алайкум, шунавандаҳои гиромӣ. гуфтори адабиямонро аз силсилаи хониши бадеӣ оғоз мекунем. ба таваҷҷӯҳи шумо романи нависандаи халқии Тоҷикистон Кароматулло Мирзоев «Ишқи сархӯр» дар қироати Ализода Абдурашид Хоҷамқул. гуфтори 12. آفتاب می برآمد. از پسی تپه های بلند نورهای آن بالای گورستان می افتادند. پیامی روزی نو، زنده ها از پی روز و روزگذرانی. در گورستان هزارها گور، گورستان خاموش، وادی خاموشان. فقط از تابش آفتاب بعضی موجودات زنده، شاهپرک ها، روحی مرده ها از روی گور به گوری پرواز دارند. صدای به هم خوردن قناتک هایشان، صداهایی که بهر آدمان ناشنوا. شاید به هم سلام می گفتند شاهپرک ها، صحبت می کردند. شاید می دیدند که پگاهی قطی زنده ها جنجالشان را به گورستان آوردند. یکدیگر را بد می دیدند، در آرزویی که همدیگر را نابود سازند، به دم مرگ برند. لطفیه، به تو می گویم گوش کن. باز آواز مونیسه بلند شد. از تو باز می پرسم. با انگشت به گوری که لطفیه بالای آن بود اشارت کرده افزود. میگویی که همین گور گوری فخری است؟ ها، همین گوری فخری. تو میگویی که فخری برای تو مرده است؟ ها، برای من مرده است. فخری، آهای فخری جان. مونیسه رو به درخت سرسبزی بالای گور ندا کرد. آوازت را برار، گوی که تو در همین جا، تو زنده، تو برای لطفیه نمرده ای. طلب نمود از فخری. من در همین جا مونیسه جان، من زنده. لطفیه آواز فخری را شنید. بیا جانکم اینجا بیا، خودت را به لطفیه نشان ده. به وی گوی که تو خودت هستی، تو زنده ای، تو برای وی نمرده ای. فخری از پس درخت نمایان شد. لطفیه او را دید. وی زنده، در تنش همان شیم و کستیوم، سرش اوریان. او همان طرزی که آن روز همراه لطفیه به جری گاوکش رفته بود. بیا جانکم بیا. مونیسه آغوش کشاده به پیشواز فخری قدم ماند. هر دو آغوش به آغوش، بوسابوس، خنداخند. لطفیه این حال را دیده از خود بی خبر گشت. عقلش کاهید. نخواد بهر مسخره کردن و کشتن لطفیه این دو نفر چی صحنه ها آراسته بودند و وی بی خبر. بیهوده فخری بهر من مرد، مرا گفته مرد. خودم را می کشم گفته خود را خندسار کرده گشته بوده است. خاکی گوری کدامی را گوری فخری خوانده به سرش باد داد. مونیسه بیهوده به حال او قهقاه نمی خندیده است. نه فهمید. وقتی فهمید که آواز فخری را شنید، بعد خودی او را دیده ترکی سرش کشاده ماند. فخری زنده در همین جا از او رو تافته است. مونیسه قطعی یک جایه، هر دو به حالش می خندند. آغوش به آغوش طرفش می آمدند.
فخری تو زنده ای؟ تو نمردی؟ پرسان شد لطفیه. من زنده لطفیه، باز آواز او را شنید. نه، تو فخری نیستی، باور نمی کنم. وی در نزد من، در نزد مادرم گریه می کرد. وی در پیشم می افتاد. وی مرا ستاره و ماه، آفتاب می گفت. بی تو می میرم می گفت. وی مونیسه را در نزدم هزارها دشنام می داد، فاحشه می گفت. خیال می کنی که تو به مونیسه هم وفا می کنی؟ به سارا بیگی نبیره صالح ماه چی کردی؟ آوازه شد به دختری بیچاره جبر از فاتحه گشت. اکنون برای کلین شدنی وی سگ دهان نمی زند. مرا هم تو با مونیسه کشتنی بودی، نم عقلم می گیرد. در لب جر دلم وهم کرد، عقیب گشتنی شدم، کسی مرا تیله داد. خودت تیله داده بوده ای، خودت. لطفیه لحظه خاموش ماند. بعد فخری گفتن نامی او را به زبان آورد. گپ زن، دلت را خالی کن، گوی من باز چی گناه دارم؟ فخری هم در غضب بود. یک چی می گویم، گوی دهانی توی و دشت خدا. ملال شوی هم اکنون صدقه سر. همین را گوی که در زندگی شماها چی حال دارید؟ پدرت یزنم پیر شده اندو جاروب در دست در شهر کوچه می روبند. مادرت خاله من یک عمر کودکبانی پولدارها. شماها یک عائله بیچاره حال، گاهی سیر و گاهی نیم گرسنه. می دانم با همین حال تو از آن کفترخانه یک بلبل گیرومی دختری وزیر. مونیسه باز توی شدیم گفته به من می خندد. بگذار خندد، من به حالی شماها بعد می خندم. مونیسه را هم تو شرمنده روی عالم می نمایی. در میان راه می ماند، جایی رفتن نمی یابد. لطفیه با داد و ولوله دوام نمود. وی من بودم که بچه خالم کم بغلی خودمان گفته به تو دل دادم. خودم را برای تو قریب می کشتم، نحس شد که زنده ماندم. بس کن لطفیه، طعنه نزن، تحقیر نکن. بس حال و احوال خانواده شان به خاطر فخری آمد که چند لحظه در فکر ماند. ساکت شد. دستت را به من تی لطفیه، از جایت خیز، به تو همش را می گویم. فخری به جانب لطفیه دست دراز کرد. دستت را به من تی طلب کرد. دستی تو حرام است، بس تمام. دستی من صاحب دارد. از کی؟ لبخند زد فخری. از دینه، بعدی که تو مرا به جر تیله دادی، بعدی که یک جوان در تنه جر جانبازی کرده مرا از مرگ رهاند، از جان خودش گذشته جانی من گفت. بعد یک خودش مرا از جر برآورد، بعد مرا روی سبزه ها پرتافته بوسید. لیکن در همین جا هم منی ابله، من از آن فخری گفتم و برویش با تندی نظر انداختم. سخنی قبیح گفتم. نرنجید، خندید. منی بیهوش و بیاد را به کلبهک خودشان برد. من در جایگه خواب و وی انگشتانش را به بالای چشم و ابروانم برده مهربانیم کرد. ولی در زبانی من باز همان سخنان، من از آن فخری. به خاطرت هست یک بار این سخنان را من در کجا به تو گفته بودم؟ نمیدانم، گفت فخری. در سرم تاج بود، در خاطر ندارم. در نزد آدمی بسیار شرم نداشته باز تو را بوسیدم. نمیدانم، رو سیاه می شوی. لطفیه به خاطر آورد.
آزمونی زیبا صنمی سال در ناحیه بود. جای اول نصیب لطفیه گشت. در سرش تاج طلایی، بحر تبریکی وی آدم میبارید. در یک طرف قطاری جوانها در آرزویی که دستشان به دستی پری حسن بیرسد، اما نگاهی لطفیه از میان آنها فخری خودش را می جست. او دور از آدمان در یک کنار، سرش خم از آن که با خواست خدا، یک نیمی لبش به نظر اندکی کجنما و لباسهایش هم کهنتاب خجالت می کشید، خود را ناراحت حس می کرد. لطفیه از نزد جوانان با کبر و غرور با سری بلند گذشته پیش فخری رفت. دستش را به گردن او انداخت، شرم نداشته او را بوسید و گفت: فخری، من از آن خودت. همین گپم را نشنیده بودی؟ باز پرسید لطفیه. نه. نشنیده بودی که بعد یک جوان به تو خندیده چی گفت؟ نه. خوش کردت؟ خندید بهاری تو. بله خوش کردم عزیز دلم، گفتم نصیبت کند بسیار ارزنده، کافته کافته یافته بوده ای کنایه زد. به او چی جواب گفتنم هم در خاطرت نمانده است؟ نشنیدم. رویت سیاه. به وی گفتم که بچه خاله ام است. به نظرم از همه شماها خوش روی، صد چند بالا. شما باید یک چی دیگر را نمی دانید. خدا به وی زبان داده است. باز تأکید نمودم زبان، و آواز لطفیه بلندتر گشت. باز روزی سیاهی به سرش آورده فخری را به خاطر آورد. خیال کردم تو بی ناموس خودت را از جر پرتافته ای، تو مرده ای. تقایم گفتند که جنازت را خودشان خواندند. سوختم، خودم را پوچیده گرفتم که تو مرده و من زنده. شب سحر نشده دری خانه اسفندیار را شکسته برآمدم. سرکن و پاکن دویدم در خیالی که هرچی زودتر به سری گورت رسم، خودم را در بالای گورت نابود سازم، به عهدم وفا نمایم. از بیراه ها راه گرفتم، به اسفندیار گوش ندادم که راه به دیگر طرف است می گفت. وی هم از بیراه ها از پسم می آمد، مرا تنها نگذاشت. باران، ژاله، هوا تیره و تار، سیل می آمد. در خیالی که هرچی زودتر سیلاب را عبور نمایم، به درونی سیل در آمدم. ندرا غرق می شوی، ندرا فریاد برداشت اسفندیار. گوش ندادم، از راهم نگشتم. مردی مردان بوده است وی. از پسم رو به مرگ به سیلاب در آمد. از جانی خودش جانی من برایش عزیزتر. مرا به کشتارش گرفت. به درونتری سیلاب قدم ماند. پیش رفتن نمی توانست. سیلاب او را به خود می کشید. آب او را می پیچاند. پایش به چقوری رفت. در جایش ایستاد، توقف کرد. شاید عقیب گشتنی بود. عقیب نگرد، بی عقلانه فرمایش دادم. به درونتری سیلاب در آمد. میانش خم زد، قریبی افتاد. به قوت بوده است. باز راست شد. ساحل نزدیک، سیلاب پرتقیان آبش می افزود. صدایش وهم‌آور می گشت. انیق که لحظه پس سری راهش
چیزی نمانده همه را فرو کشیده می برد. نترس، چشمانت را پوش، باز اندکی دیگر ماند. نترس جانم، نترس جانکم، مهربانیم کرده با دستانش مرا سخت‌تر می داشت. پایهایم به میانش می پیچید. سخت‌تر دار، سخت‌تر. گپ‌هایش در گوشم. لحظه پس فرا آواز برآورد. از پشتش فرا آمدم. تنه یک درخت را داشته به سیلاب به اسفندیار نظر انداختم. دلم به زمین زد، هوشم کند. درختی چنار که دست اسفندیار در یک نوده آن بود ریشه گردان شد. درخت و اسفندیار را آب برد. می شنیدم که اسفندیار می گفت می بیایم، انتظار شو، تو را می یابم. اسفندیار می آید، وی می آید. لطفیه با آوازی بلند به فخری و مونیسه می گفت وی می آید. من از آنی وی، از آنی اسفندیار، وی مرد. وی برای من غرق شد، برای من. تو انگشتش را چون تیر به جانب فخری راست نمود. نامرد، مرد نیستی. هزار زبان داری، در پیش پای می افتی، قسم می خوری، ناله و زاری می کنی، راه فریب دخترها را یافته ای. خودت می گفتی از هر گل یک بوی. حالا این گل برایت مونیسه، در خانه اشان توی شوهر می کند. مان بختش را یابد. من بختم را یافتم، غمی مرا نخور. آواز قهقهی خنده مونیسه بلند گشت. نخند مونیسه، گفتم کو روزی تو از پیش است. تو را صاحب شده نمی تواند. به وی باور نکن، خدا زندش جزا بیند. باز چی گپ‌هایی در زبان لطفیه در روی گور یک نیمه شد افتاد. دردش گرفته بود، دردی که از لحظه هایی بجر افتادن به او یار شده. شب در خانه اسفندیار نیز چند بار بیهوش گشت. باز به هوش آمد. پیرزن مادری اسفندیار دلسوزانه می گفت دختر حیف شده است، سرش لت خورده است. حالا نیز بیهوش شده او. مونیسه و فخری بالای سرش دویدند. لطفیه، لطفیه به خود بیا، لطفیه. فریاد زدند، دست به سرش ماندند، دست و پایهایش را دست دست کردند. به هوش نآمد. چیکار میکنیم؟ مونیسه به هراس افتاد. می رویم، باز یگان گپ نشود. هیچ کس ما را ندیده است. با راهی دیگر می رویم، از نزد بابای میرزا رحیم نمی گذریم. این چه خیل می شود؟ به لطفیه یگان گپ نشود. خیال مونیسه پریشان بود. می رویم، با قطعیت گفت فخری و قدم براه مانده بود که دو نفر رو به او راست شدند. از کجا آمدند؟ کیستند؟ فخری و مونیسه سرگرمی داد و مغل پیدا شدنی آنها را ندیدند. مگر این دو نفر به بختی بدی فخری و مونیسه زنده شده از کدام گوری برآمدند؟ برایشان معما. یکیشان جوانی در بر جامه ستینی سیاهی رنگش بلند، در سر تیلپک آن هم سیاه، در دست یک چوبی دراز. دویومی زن با تن و توش مردک نما، شیم و کستیوم، کرته سفید پوشیده، در گردن گلستوک بسته بود.
سیمایش غضب‌آلود. جوان پیش آمد و با قهر و غضب و عتاب از دست فخری داشت. نام تو فخری؟ ها که نام من فخری. شما نام مرا می دانید؟ از ترس نزد جوان به زانو زدن می خواست او. تو را می جستم. وی کی؟ به لطفیه که روی گور بیهوش و بیاد خوابیده بود اشاره کرد. نامش را نمی دانی؟ فراموش کردی؟ وی لطفیه، وی را تو به لبی جر برده بودی، کشتن خواستی، به مقصد نرسیدی. وی دختری همراهت کنی. فخری بیشتر در تعجب و در هراس شد که او مونیسه را از کجا می داند. جوان منتظری جواب نشده ها انا وی، مونیسه را که کیها رو به گریز از گورستان بیرون می شد به فخری نشان داد. عاشقی وفادارت؟ دیدی تو را در چه حال پرتافته می گریزد. وی لطفیه نه؟ لطفیه برای تو خودش را به جر انداخت. تو را مرده است گفته گورت را می کابد. اما تو نامرد زنده به حالش می خندی. انا بین حالا وی در چه حال؟ جوان باری دیگر باز به لطفیه و بالای گور اشاره کرد. اکنون خلاص نمی یابی، وی دخترت را هم می یابیم. ما برای تو آمدیم. همراهش را در نظر داشت جوان. آخر که من گناه ندارم. وی خودش به جر افتاد. حالی هم وی خودش از هوش رفت. باور کنید من گناه ندارم. تکرار نمود و افسود. من وی را دوست می دارم. چی گفتی؟ دوست می دارم نگوی. باری دیگر دوست می دارم گویی زبانت را می برم، می کشم. آتش غضب جوان علنگه یافت. گلناره به همراهش مراجعت کرد. دست و پایهایش را بند. فخری را با نفرت به جانب او تیله داد. صاحب شو. باز به همراهش فرمایش داد جوان. خرخشه و غوغا بلند. لطفیه به هوش می آمد. لطفیه جان. با شنیدن آوازی شناس به بدن لطفیه جان در آمد، جنبید. لبی جان. چشم گشاد لطفیه اسفندیار آمدی؟ آمدم گفته بودم می آیم. انتظار شو. دستم گیر. لطفیه به جانب اسفندیار دست دراز کرد و نگاهش به فخری که نزد گلناره به زانو زده زاری و تولا داشت. آوازش بلند شد. فخری سر بالا نکرد. لطفیه دوام نمود. گفته بودم که دست من صاحب دارد. شنیده بودیه؟ لطفیه به پهلوی اسفندیار گذشت و گلناره را شناخت. او همان دختری که لطفیه از سنگاب برآمده در سری بلندی وی را دیده خبری غرق شدن اسفندیار را به وی گفته بود. آمدیم لطفیه، تو را یافتیم. گلناره از دیدن لطفیه شاد گشته بود. 3 نفر اسفندیار، لطفیه، گلناره دستی همدیگر در دست رو به آفتاب می ایستادند. آفتاب میانی آسمان می آمد. این چی خونا خصمی؟ بابای ازبک خواجه
خویشاوندان را در خانه جیانش مهرنیسا آرام کناندن خواست. تقا جان، لطفیه. علمی مادری لطفیه تازه گشته، دست به گردنی تقا انداخته فغان کشید. دخترم، وا دخترکم تقاش، به ناله در آمد. یک طرف ایست مهرنیسا. بابای ازبک خواجه دستی او را از گردنش رها نموده از او پرسان شد: تو چی میگویی؟ دخترم تقا جانش خودم را میکشم گفته شب برآمده رفت. رویم سیاه شد، قامتم شکست. تقا جانش چیکار کنم؟ سرم را به کجا زنم؟ مهرنیسا: تو نیتی بد نکن. از اسب جهل فرا، خودت را به دست گیر. استغفرالله گوی، توبه کردم گوی. من حاضر از پیش دخترت آمدم، از پیش لطفیه آمدم. از پیش لطفیه آمدم گفتنی بابای ازبک خواجه گویا حرفهایی بودند که مثل ستیل آبی سرد بسری جنجاری علنگداری خویشاوندان پاشیده گشتند. همه به خود آمدند، گوشها به طرف بابای ازبک خواجه چور به معنای بلند نگرانده شدن. به بدن مادری لطفیه جان در آمد. چی گفتید تقا؟ در زبانتان بمیرم. از پیش لطفیه آمدم گفتید؟ شب خواب نرفته در راه بودم، ماشین نشد، پیاده آمدم. دخترم زنده؟ وای در کجا؟ گپ زنید تقا جان، گپ زنید، تیزتر گپ زنید، دلم میکفد. گپ زنید. وای در سفیداب، در خانه سرخور. وای برای چی سفیداب رفته است؟ کی وای را سفیداب برده است؟ بعد این سرخوری میگفتگی شما کی؟ دخترم در سفیداب چی میکند؟ چو و آنجا رفته است؟ چی گپ؟ چی بلا است که به سر من آمده است؟ صبر کن مهرنیسا، طاقت کن، همه اش را میفهمانم. گپ بسیار. خیزید همین حالا سفیداب می رویم، دیر نکنیم. بابای ازبک خواجه به دل مهرنیسا بیشتر علاو انداخت که او بی طاقت تر شد. شما گفتاری 12 را از روی رمان نویسنده خلقی تاجیکستان کرامتالله میرزویف عشق سرخور در قرائت راوی علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.